سلام، باز هم در خدمتتون هستیم با آموزش کباب کوبیده تابعی که فوق‌العاده خوشمزه و ساده است. اگه از این سبک از ویدیو خوشتون میاد با لایک کردن از من حمایت کنید، کانال منو سابسکرایب داشته باشین و توی کامنت ها برام بنویسید که اگه به کباب علاقه دارید ویدیوهای بیشتری در مورد کباب و پخت کباب های متنوع داخل فر رو هم بهتون یاد بدم. با نونم خیلی میچسبه، خیلی. طعمش بی‌نظیره، بی‌نظیر. برای شروع احتیاج داریم به 2 تا پیاز نسبتاً درشت. اون پیازهایی که خورد شدن به خاطر اینه که پیازی که استفاده کردم یه تیکش خراب بود، قسمت‌های سالمش رو ازش جدا کردم تا داخل کباب استفاده کنم. یه نکته دیگه در مورد رنده است. این قسمت رنده خیلی درشته برای کباب کوبیده. این قسمتش هم خیلی ریزه. من یه قسمت متوسط می‌خواستم که یه رنده دیگه داشتم، از اون قسمت استفاده کردم. ولی اگه شما رندتون مثل منه، یعنی یه طرفش خیلی درشته یه طرف دیگهش خیلی ریزه، میتونید جایگزین از قسمت درشتش استفاده کنید. پیازها رو شروع کنید به رنده کردن. بعد از رنده کردن پیازها آب اضافهش رو بگیرید. دیگه نیازی نیستش که پیاز رنده شده رو از داخل صافی رد کنید و آب اضافهش رو بگیرید و پیازها رو به شکل تفاله به گوشتتون اضافه کنید. همین که با دستتون آب اضافه پیازها رو بگیرید کافیه. به 500 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفند احتیاج داریم، اما شما میتونید فقط از گوشت چرخ شده گوساله هم استفاده کنید، ولی یک مقداری کبابتون بافتش سفت‌تر میشه. ادویه‌هایی که احتیاج داریم: یک قاشق چایخوری سرخورد فلفل سیاهی که ترجیحاً فلفل سیاه تازه باشه که بی‌نظیر میکنه کبابتون رو. پودر سماق احتیاج داریم، یک قاشق چایخوری سرخورد باید باشه و 3 قاشق چایخوری هم نمک. ادویه‌ها رو به گوشتتون اضافه کنید و گوشت رو به مدت 4 دقیقه ورز بدید تا زمانی که رد چربی ها روی سینیتون بیفته. چربی های گوشت اگه دقت کنید اینجا بعد از 4 دقیقه رد چربی ها روی سینی من افتاده. حالا زمان اضافه کردن پیازی که آبش رو گرفتیم. بعد اینکه پیاز رو هم به گوشت اضافه کردیم، گوشت رو به مدت 10 دقیقه ورز میدیم تا زمانی که رنگش تغییر کنه و روشن‌تر بشه و چربی های بیشتری روی سینیتون باقی بمونه. یکی از نکته‌هایی که باعث میشه که کباب کوبیده تابعیتون بافت خیلی خوبی بگیره همین ورز دادن گوشته که حداقل باید 10 دقیقه گوشتتون رو ورز بدید. بعد از 10 دقیقه گوشتم رو داخل یک کیسه فریزری قرار میدم، به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار میدم تا استراحت کنه و روی صفحه کارم گوشتم رو بعد از اینکه استراحت کرد پهن میکنم به شکل مستطیلی و شروع میکنم به قطعات مساوی تقسیم کردن. این کار رو انجام دادم چون من تابع مستطیلی نداشتم. کسایی که تابع مستطیلی دارن میتونن گوشت رو داخل تابع پهن کنن و داخل تابع گوشتاشون رو به قطعات مساوی تقسیم کنن، یا به هر شکلی که خودتون دوست دارید میتونید به کبابتون شکل بدید. بعد از اینکه کباب ها رو به قسمت های مساوی تقسیم کردم، تاوه رو حسابی داغ میکنم، روغن رو بهش اضافه میکنم و کباب ها رو داخل روغن سرخ میکنم. یکی از نکته های دیگه کباب کوبیده تابعی حرارتیه که برای پخت کباب استفاده میکنی. حرارتتون باید متوسط رو به بالا باشه، خیلی هم زیاد نباید بالا باشه، این متوسط یه مقدار رو به بالا باشه، چون اگه حرارت کم باشه باعث میشه که گوشتتون آب بندازه و در نتیجه بافت گوشتتون سفت میشه. زمانی که یک طرف کوبیده هم سرخ شدن اونا رو برمیگردم تا طرف دیگه هم سرخ بشن.
و نکته آخرم اینه که اون روغنی که کباب رو داخلش سرخ کردیم در انتها میتونید بردارید و روی برنجتون یا روی کباب هاتون بزنید و میل کنید که خیلی بهتر از استفاده از کرز، چون اون روغنتون طعم گوشت گرفته و خب روی نتیجه نهایی خیلی تاثیر میذاره. به پایان آموزش کباب کوبیده تابعی رسیدیم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.